8 سال شوهرمو گرفتن به جرمی که نکرده. اصلا اگر هم جرم میکرده باشه جرمش در حد اعدام نیست ولی نکرده. پروندهش تمام هست پیش چند تا وکیلاش میگن این ظلمه، پروندهش در حد اعدام نیست. خدا اینو قبول نمیکنه. به خاطر خدا اگه راست میگن پروندهش در حد اعدامه بیان یه دادگاهی عادلانه تو تلویزیون پخشش کنن بگن تو این جرمت باید اعدام بشی، ولی پروندهش در حد اعدام نیست ظلم میکنن. به خاطر خدا آقای احمد شهید، به خاطر خدا که شما دم از حقوق بشر میزنید به درد یه مظلوم برسید که دارن سر رو بیخانه بالای در میبرن. شوهر من در حد اعدام نیست، شهرام احمدی بیگناهه. اگه راست میگن پرونده‌شو رو کنن، اگه راست میگن یه دادگاه عادلانه قاضی که یه طرفات نقاضی که تو 5 دقیقه حکم اعدام 10 نفر رو بده بدون اینکه بذاره یه کلمه حرف بزنن. خدا به دادمون برسید. من اگه شوهرم رو اعدام کنم میرم جلوی همون اطلاعات که داره شوهرم رو بکشتن میره خودم آتیش میزنم. اینو مطمئن باشید. به خاطر خدا به دادمون برسید. آقای احمد شهید نذارید یه سر بیگناه بالای دار بره. به خاطر خدا به داد شهرام احمدی برسید. چند ساله داریم ازتون التماس میکنیم، داریم بدون اطلاع رسانی میکنیم. این جوان بیگناهه. به دادمون برسید. به خاطر خدا